چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم بریم پارت جدید ریشه رو بگیریم، ریشه ترسناک. و امروز دو تا داستان داریم، یعنی دو تا داستان مختلفن که من ندیدم و الان می‌خوایم بریم ببینیم. لایک، ساب، کامنت، انگلیسی فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. این ماجرا 10 دسامبر 1996 برام اتفاق افتاد. جشن تولد دوستم بود و تو خونش پارتی داشتیم. بالاخره پارتی تموم شد و ما هم راه افتادیم سمت خونه همون. تو راه بودیم ولی قبل از اینکه برسیم خونه من از کنار یه قبرستون رد شدیم. دوست مذکرم که اسمش گی بود قرار بود منو برسونه خونه. اسمش چی بود؟ اسم خوبی داشت. اوکی. منم پشت موتورش نشسته بودم و از باد خنکی که به صورتم میخورد لذت میبردم. خب قبرستونای توی فیلیپین با بقیه فرق دارن، چون اینجا فقط تابوت‌ها رو تو سیمان میذارن و بهشون رنگ سفید میزنن. چند تا تابوت رو هم قرار میدن و مثل آپارتمان از 3 تا 5 طبقه میذارن رو هم و راحت هم میشه دیدشون. برگردیم به داستان. قبرستون سمت چپمون بود. ماه کامل بود و داشت تو آسمون میدرخشید. خواستم بهش نگاه کنم که ناگهان کل بدنم خیس شد. رو سر تابوت‌ها یه مرد بلند و بزرگ وایساده بود و لباس سنتی فیلیپین یعنی باراک تاگالوگ تنش داشت. وحشتناکترین قسمتش این بود که مرد اصلا صورت نداشت، فقط یه گردی سفید. از دوستم پرسیدم تو هم چیزی که من میبینم و میبینی؟ آره، اون دیگه چه کوفتیه؟ کمی بعد دیدیم 3 تا زن دارن از در ورودی قبرستون به سمت بیرون راه میرن. 2 تا زن سفید شمع به دست داشتن و یه زن سیاه هم وسطشون بود. مونده بودم چرا اون موقع شب از قبرستون میان بیرون و یا حتی اطرافش بودن. ناگهان به ساعتم نگاه کردم و دیدم درست 12 شبه. زود باش یکم تندتر برو. 12 که همیشه ساعت 3 میگن مثلا چیز جن و روح ها احضار. 12 من تا حالا نشیدم اتفاقی بیفته، ولی این میگه 12 سری برو. اوکی بریم ادامه. وقتی داشتیم میپیچیدیم سمت چپ برگشتم و به سمت اون مرد بدون صورت نگاه کردم. سرش به طرف من چرخیده بود و داشت به سمت من نگاه میکرد. نگاهمو دادم به جلو و دیگه به عقب برنگشتم. وقتی رسیدیم خونه جریانو برای مامانم تعریف کردیم و به دوستای دیگه‌مونم که از قبرستون رد شده بودن زنگ زدیم، ولی اونا گفتن هیچی ندیدن. گی دیگه نمیخواست از اون مسیر رد بشه و به جاش از یه راه طولانی. اسمشو میگه اصلا یه طوری میشه. اسم پسرش راخه. اینم مگه اسمه؟ بیتر رفت خونش. صفته. دیگه هر وقت شب از کنار اون قبرستون رد میشم هرگز به سمتش نگاه نمی کنم. نمیخوام دوباره اون موجودو ببینم. یعنی اون مرد بدون صورت کی بوده؟ اون 3 تا زن چرا با شم راه میرفتن؟ شما تو کامنت ها بگین. خب داستان دوم اسمش چیه؟ داستان دوم اسمش شیطانه. عنوان داستان شیطانه. بریم ببینیم چجوریه داستانش. داستان جالبیه یا نه؟ این داستان جالبی بود، داستان قبلیه. حالا اینو ببینیم چجوریه. این داستان مال خودم نیست و مربوط به دوستمه. راستی دوبله ها هم از چنل سودارک که لینکش هم توی دیسکریپشن هست. تو ویدیو قبلی یادم رفت بگم، ولی بازم اونجا هم لینکو توی دیسکریپشن گذاشته بودم. ولی این ویدیو کلان از چنل سودارکه. اسمش جیکوبه و از زبون خودش براتون تعریف میکنم. داستانم در مورد رویی هستش که 2 دفعه توی زندگیم دیدم. دفعه اول تو اتاق مامان بابام وایساده بودم و داشتم با پدر مریضم که توی بستر مرگ بود حرف میزدم. اون موقع تو مرحله 4 سرطان مری بود. ناگهان حس کردم یه چیزی پشت سرمه. به سمت در اتاق گفت ای وای. گفت مرگ. یه چی یادم اومد، یه خاطره براتون تعریف کنم. من موقع مدرسه الان که تابستونه، موقع مدرسه چند وقت پیش کلیپش هم هست، اگه توشین باشه احتمالا الان اینجا گذاشتم و داریم میبینیم. چه داستانی بود؟ چه شنیده باشین. بذاریم برم با رسم شکل نشونتون بدم. شما میرفتی یه گوشه دیوار اینطوری اینطوری میشستی، 8 تا نفس عمیق میکشیدی. بعد بلند میشدی. بعد بلند که میشدی بعد 2-3 نفر قفس سینه تو فشار میدادن با قدرت. بعد بیهوش میشدی. من گفتم آقا این داستان الکی چرت و پرته، برم حالا تست کنم خودمو بزنم به بیهوشی بخندیم.
رفتم نشستم نفسا رو گرفتم، آخری هم من نگه داری. بلند شدم قفسه سینه‌مو فشار دادن. بعد همینطوری داشتم به افق نگاه کرده بودم. الان کلیپش هم گذاشتم داریم میبینین الان احتمالاً. داشتم به افق نگاه میکردم، گفتم اگرم قرار باشه بیهوش بشم حالا طول میکشه دیگه، باید نفسم تموم بشه. یهو همینطوری که داشتم فکر میکردم به یه جا داشتم نگاه میکردم، یادم نی به کجا، یهو صفحه سفید شد. بعد حالا کلیپش هم من اصلا نفهمیدم افتادم. بعد بچه‌ها من گرفته بودن. افتادم. بعد تو ذهنم فقط سفید نبود، یه لحظه سفید شد. بعد رفتم سمت مثلا یه داستانی انگار داشتم میدیدم. توی ماشین بودم که داشت با سرعت زیادی میرفت. منم راننده بودم ولی رانندگی نمی‌کردم. هی صفحه سیاه میشد. من یه بار زیر فرمون بود چرم، یعنی داشتم میدیدم از زاویه دیدم. یا مثلا اینجا این فرمونه، مثلا یه بار من اینجا بودم بعد چشمو وا می‌کردم اینجا بودم. همینطوری زاویه‌ها مختلف عوض می‌شد. بعد یادم نی از یه جا ماشین افتاد پایین، بعد نمیدونم دره بود یا افتاد تو آب. بعد همین ضربه خورد بیدار شدم. بعد همونجای کلم درد می‌کرد. تو زنگ تفتیش هم یکی اینطوری بیهوش کردیم ولی نگرفتیمش، با مو خورد زمین، بنده خدا سرش زخم شد. آره این داستانی بود که الان یهو یادم اومد گفتم بذارین تعریف کنم براتون. و آره کلیپش هم الان احتمالاً دیدین دیگه، اینجا رو صفحه اومد. بریم ادامه داستان. اصلا به کجا کشیده شد؟ یه شیطان پشتش بود. چی بود اون؟ تا نگاه کردم و دیدم یه چیز کاملا سیاه حدود 1.5 متر با 2 شاخ و چشمای قرمز خونی از گوشه در سرشو کرده بیرون و دستاشو هم روی قاب در گذاشته بود. دویدم سمتش ولی سری رفت و وقتی به بیرون در نگاه کردم هیچی اونجا نبود. وقتی برگشتم پیش بابام حسابی گیج شده بودم و منم در مورد چیزی که دیده بودم بهش گفتم. روزای آخر زندگی بابام بود و آدمایی که پیشمون می اومدن هم میگفتن که اون موجودو دیدن. مامانم چندین بار اونو تو جاهای مختلف دیده بود. تا اینکه بالاخره بابام فوت کرد. 4 ماه گذشت. خب چیه؟ برادر بزرگم لوک تو کما بود. من و مامانم رفته بودیم بیمارستان دیدنش و وقتی وارد اتاقش شدیم قلبمون از ترس ریخت. آنه برادر یه لحظه من نفهمیدم. اون موجودو دیدیم. البته این بار خیلی بلندتر بود. درست روی بدن لوک ایستاده بود و بهش هر کی میخواد بمیره این میاد بالا سرش. اسرائیله زده بود شیطان. بهش نگاه میکرد. موجود تا متوجه حضور ما شد به همون نگاه کرد. چشماشو بست و غیب شد. اون شب اصلا نتونستم بخوابم. همش حس میکردم یکی داره به هم نگاه میکنه. میدونین من حس میکنم موجودی که دوستم دیده روح سرگردون یه آدم بوده. خب البته با توجه به اون نشونه ها میتونه شیطانم باشه. شاید هم فرشته مرگ بوده چون قبل از فوت باباشم دیده بودش. به نظر شما چی بوده؟ ما الان 19 سالمونه. برادر دوستم هنوز از کما در نیومده و اونا هم بعد از اون روز دیگه اون موجود رو ندیدن. اینم بدونین. راستی اینو میکروفون پایه نداشت. بعد الان میام دارین کر میشین یه ذره فکر کنم صدام زیاد. میکروفون پایه نداشت. اون کره کرهشو در آوردم. اینو با چسبوندم اینطوری. خیلی ایزی بعد میاد این گوشه. حالا نمیدونم الان صدام چجوریه تو این اولین باریه که دارم اینطوری رکورد میکنم. اگه بد باشه دوباره مجبورم بگیرم دستم. آخر داستانم هست فکر کنم. کل این داستان رفیقش بود که باباش رو اون اسرائیلی همون شیطان و باباش اومد بالا سر باباش، بعد اومد بالا سر داداشش. خدا روش. خب داستان تموم شد. داستان کوتاه بود ولی جالب بود. داستان خوبی بودن، بد نبودن. آره دیگه اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین حتما لایک کنید، ساب کنید، کامنت انگلیسی بذارید و برای اینکه بیاین ثابت کنید تا اینجای ویدیو رو دیدین یه قلب یخی یا آبی کم رنگ بهش میگن. اونو بذارین تو کامنت ها که ثابت کنین تا اینجای ویدیو رو. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه دیدین بعد این ویدیو میتونین برین این ویدیو یا اگر اینو دیدین این ویدیو، حتی اگر اینم دیدین این ویدیو یا اینم ببینین، ولی قبلش روی این بزنین همین گردالی وسطه که سابسکرایب کنین. ولی این 4 تا ویدیو رو حتما اگه یکیشم ندیدین برین ببینین و لایک تا کامنت نگیرید فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.